یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد از یک دیه سیل زده نویه 5 ویدیو فرستاده خبر داد که سیل شب 4 اپریل سال 2023 خانه و مغازه ها و زمین های کشت را در دیه های سیلگه و پختکار نویه 5 زیر آب کرد. در این ویدیو عاقبت های سیل در دیه پختکار ثبت شده است. قبلا کمیته اولویت فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 4 اپریل سال 2023 ساعت 9:30 در نتیجه بارشات شدید در دهه سیلگه و شب 4 اپریل سال 2023 ساعت 9:30 در نتیجه بارشات شدید در دهه سیلگه و پختکار جماعت دیهات به نام کبود سیفالدین نویه 5 ولایت ختلان سیل آمده تا خانه و اولیه‌های ساکنان و زمین‌های کشت را زیر آب کرد. خوشبختانه کسی بر اثر آمدن سیل آسیب ندیده است. نویه 5 در جنوب تاجیکستان در مرز با افغانستان جایگیر شده است. گفته می شود کمیسیون اولویت فوق‌العاده به خاطر بی‌خطری 15 عائله را که خانواده‌شان در سیل رها بود به جای امن کوچانیده است. یک گروه کاری تحت رهبری معاون رئیس کمیته اولویت فوق‌العاده ژنرال مایور عیسی‌زاده برای رفع عاقبت‌های آفات طبیعی به نویه 5 رفته است. در نویه 5 همچنین کمیسیون ولایتی اولویت فوق‌العاده تحت رهبری رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید کار کرده ایستاده است. کمیته اولویت فوق‌العاده گفت برای کمک به ضرر دیدگان و رفع هرچه زودتر عاقبت‌های سیل به محله‌های آفت زده کمک و وسایل لازم انتقال داده شده. کارهای برقرارکنی علاقه شروع شدند. حجم ضرر را کمیسیون اولویت فوق‌العاده نویه 5 معاین می‌کند.